امروز میخوایم ببینیم بریم پک گلیاپوش بخریم یا یه دونه از این ساچمه هم کارو در میاره. بابا کارو در میاره. درود بر شما. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به یه ارتاک دیگه. امروز چه خبره؟ امروز میخوایم بریم با هم 3 تا از پکای پرفروش گلیاپوش بازار رو باز کنیم. آنباکسینگ داریم. اینا جدیدن مد شده ها. آره. یه دونه کاغذ گله می‌کردیم اینجوری سریع. آره دیگه بزرگ منی چپت گل. میخوایم 3 تا از پرفروشاشو با هم تست کنیم، یعنی بررسی کنیم، باز کنیم، محتویات توش رو نگاه کنیم، با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینیم اصلا میارزه که بریم پول بدیم پک بخریم بازی کنیم یا اینکه یه دونه از این ساچمه ها. وایسا ساچمه دارم اینجا اینها، یا اینکه 5000 تومان بدیم بریم یه دونه از این. البته تعداد بخرید کمتر هم در میاد، ولی یه دونه از اینا بخریم و کارو در بیاریم و حالا آره. تو هر خونه ای هم پیدا میشه، میتونید از این سوربای پرده در بیارید. یه دونه خلاصه منظور با یه ساچمه کارو جمع کنیم، گلیاپوش بازی کنیم یا اینکه بریم بازی که این روزا خیلی ترند شده رو پکشو بخریم و با هم بازی کنیم. بریم سراغ اولین پک. سریع بریم. آقا اینجا اولین پک گلیاپوشمون یک پک مسافرتی همونطور که می‌بینید. قشنگ نشون بده چهره رو به بچه‌ها. آره. این کی روش؟ این ترکیبی از مهران مدیری و بیژن بنفشه‌خواهه. به قول یکی از دوستان شاعر میگه که کپی رایت محدودیتاش تو رو به کجا میکشونه. آره. پس ما اسم این رو میذاریم مهران بنفشه‌خواه ساده. مهران بنفشه‌خواه لاغر. آره لاغر. مهران بنفشه‌خواه کوچک اسم این پک رو میذاریم. روش ما گلیاپوش زده، بازی اصیل ایرانی. واقعا بازی اصیله ها، 100%. یعنی بازی که مال خودمونه. 2 تا 20 نفر که نمیدونم چرا 20 نفر اسم کنم بیشتر هم بشه. 6 تا 99 سال. 6 تا 99 سال. آره 6 تا 99 سال. خب من 100 سالم. محتویات 18 کارت بازی، گوی صدادار، گوی کوچک، گوی بزرگ. داداش اینا ناخون دراز، واه و واه و اسم واه. بازیگر نیستش که اینجوری میگی. دستور بازی، دومینیک پارسل، زنگ، سکه. بریم سراغ باز کردنش ببینیم که چه خبره. آقا قیمتش هم من بگم. چند خریدیم؟ توی پیجا من دیدم 85 تومن میدن این 85,000 تومان. آره. توی دیجیکالا 120 تومنه. من از بازار خریدم 50 تومن. از کف بازار. آره. و اگر میخواید بدونید کجا بازار، میخوام پروموتت کنم. اگر میخواهید بدانید از کجای بازار چی بگیرید که بهتر از تک دارد آنجا، حتما به این پیجی که این زیر میذاریم، پیج حاجلی بازارگردی و راهنمایی خرید از بازار بزرگ تهران براتون. حاجلی همون یا اسپانسر این قسمت حاجلی. خیلی خوب. خب همونطور که میبینید زیاد مثلا چیزای عجیب غریبی توش به نظر نمیاد. ما یک مهران بنفشه‌خواه داریم در روی دستورالعمل بازی. بروشور داروه. آره. ببین توضیحات اگه دیده باشید برنامه رو دقیقاً همونه. خوبه به هر حال یه آموزشی هم براتون گذاشته اگر برنامه رو ندیدید. کارتا رو داریم. اگه بخوام الان متریالی نگاه کنم، این پشتش علامت همون کارتای گلیاپوشه. یه مقدار خب خیلی دیگه زیاد. ببین جنسو درسته، حالا قیمتش خیلی پایینه ولی خب بدم نیست دیگه، ولی خب زیاد دوامی نخواهد. کارو در میاره اگه زیاد باش ور نرید. توی پک گل هامون من اینجاست که یه مقدار تفاوت داری احساس دارم ناراحت میشم. آره چون که اینا پلاستیکه. آره پلاستیکه، نگاه کن. ما 2 تا گوی کوچیک داریم. این از این آدام تو شکلاتاست که توش آدامسه. آره شبیه اونا. این یه چیزی بین چوب و پلاستیکه، چیزه ملامینه و من اصلا نیستم. گوی صدادار رو داریم اینجا که صدایی هم نداره گوی صدادارش، و این گوی نیست. گوی چه صدایی؟ هرمه دوستان. من اینو نمیدونم میافته تو دوربین یا نه. این یک هرمه. خب این جر میده که این. آره با این چجوری میخوای؟ ببین این یغلبی بوده که با انبردست تا کردن توش زنگوله. همچین سیستمی بوده. صدایی نداره. توپا رو اصلا نیستم، یعنی خیلی صداش ضعیفه. داداش 50 تومن دادی میخوای جمیله هم بذاره درسته. والا دیگه. خب آقا خوبه دیگه. پکیجینگ داره اینجا. معروف بازی رو داریم. آره زنگوله داره دیلینگولونگ. حس ییلاقاتو به دست میده. ببین اون زنگ با خود بازی رو نداره که شما قبل شروع بازی بزنید. بذارش اینو داره، میتونید حالا از اینجا آویزون کنید دینگ بزنید واسه شروع کنه. آره
ولی روش هم چینی نوشته، زیاد حس خوبی برای بازی اصیل ایرانی ازش نمیگیرم. واقعا؟ آره دیگه نگاه همش حروف چینی. میرسیم به سکه بازی که چوبیه. نه آقا دارم صحبت میکنم. خیلی استفاده. اما این خوشم اومد. این 50 تومن میارزه دیگه. آقا سکه بازی پلاستیک نئوپانتوره و تو با این باید شیر یا خط بندازی. خب این سبکه، خیلی سبک. وا این خیلی با جمعی جوانب نسبت به قیمت از 1 تا 10 به این جمع میدی؟ 3. منم همون. من به خاطر کارتاش دارم امتیاز میدم. منم 3 به خاطر کارت میدم. و یعنی من با این دو بازی نمیکنم. یعنی غیر قابل استفاده نیست. با این نمیتونی خوب بازی کنی. نمیشه گل رد کرد با این. آره. خیلی ستمیه. و این رو چینی نوشته گوی صدادارش جر خواهد داد شما رو و سکش هم غیر قابل استفاده. من خواستم میشه گل رد کرد یا نه. سکش هم قابل استفاده نیست واقعا. این سبکه سکه برای 500 تومانی. آخ گل افتاد. یه 500 تومانی به نظرم برداری کار قشنگتر در میاد. پس آقا این کنسله. 3 از 10. بریم برای آیتم بعدی. بریم ببینیم. خیلی خوب، همونطوری که میبینید این همون مهران بنفشه خواه پرومکسه که ادامه تحصیل داده. آره ایشون تحصیلات عالیه دارن و یه مقدار بزرگترن. محتویات 18 کارت بازی، گوی صدادار، گوی کوچک، گوی بزرگ، گوی فلزی. آها اون نداشت. آره. دستور بازی زنگ، تاس و سکه. تاس چرا؟ نمیدونم تاس چرا. من اینجوری هم باز میشه، اونم بالا باز میشه. آره این چند خریدی؟ آها اینو من تو سایت ها 240-50 تومن قیمت داشتم، از بازار خریدم 180 تومن. خب این جلد آیفونیشو باز میکنیم و نه اینجا خبراییه. آره ما با یک چیز بزرگ مواجه میشیم که زنگه. وای این خوبه، اینو دوست دارم، این خیلی خوبه. اوه آره دیدی ببین چقدر خوبه، نگاه خیلی خوبه. خب زنگو داریم که خیلی خوبه. برای شوره بازی میتونید زنگ استفاده کنید. و اما اینجا و خب من به این سکه یه ذره حس بهتری دارم. پلاستیک بهتری. نه من حس میکنم اینم چوبه. نه پلاستیکه، این 100% پلاستیکه ولی میشینه. ببین اینا اومدن دورش به نظرم یه ذره همچین سنگینش کردن. آره اصلا پلاستیک فشرده است. آره میشه بهتره. گوی صدادار دوستان، این گوی این برای انگار مثلا برای چیزی بوده، می‌بینید جای آویزون شدن داره، جدا کردن گذاشتن توی این قشنگ نیست. من اینو خوشم نمیاد. اینا مثل همون گویش نه صدا شاید بیشتره. بازونو درست کرده بودن. این انگار می‌بینی از یه چیزی جدا کردن. این میشه ببینی انگار مثلا برای گردنبند دستبند چیزی آره. بوده. 2 تا گوی پلاستیکی داریم که نیستم. واقعا نیست. یه تاس داریم که افتاد. یه گوی پلاستیکی بزرگ داره که من ترجیحم باز این بود گوی بزرگم فلزی باشه. گوی پلاستیکی کلا بد رد میشه. فلزی جرمش زیاده. کارت گوی بزرگ بهتون بیفته کارتون سخته دیگه، با این پلاستیکی خیلی سخت میشه. آره. ولی خب 2 تا ساچمه فلزی هم براتون گذاشتن که اینا خوبه. این خوبه. آره. این قشنگ. آفرین. آره. قشنگ با اینا مسلطی ها. این خیلی من اصلا کار میبینید اینو و کارت‌ها دقیقاً همونه. زیپ کیپه ولی خب فکر می‌کنم دقیقاً همون جنسو. بله همونه. آره کارتا همونه و پاره هم هست. زنگش خیلی جذاب‌تره، سکش قابل استفاده است. گوی صدادارش این همونه غیر قابل استفاده. گوی صدادار جفت اینا رو من نبودم مخصوصا. بعد آخه این اصلا همه چی داره میفته. اینم اصلا بد رد میشه. این اصلا تابلو جوریه. ولی گویای فلزی داره. این خودش خوبه. از 1 تا 10 من به این 5 میدم. من بهش 7 میدم. نه 7 زیاد. من 7 میدم چون واقعا کارو در میاره و این خیلی محال کردن. بریم سراغ آخرین آیتممون، جذاب ترینش. گلیاپوچ مدرن. این دیگه شاخ گلیاپوچ هست. شاید بپرسید چرا مدرن؟ نمیدونم. پاساپوس مدرن به همراه تمام گوی‌های اصلی فلزی. آفرین. ببین ما اینجا محتویات نزده جوابه. طرح بوتج قم داره، پکیجینگش جذابه. ببین من اینو ترجیح میدم تا تو بخوای مهران بنفشه خواب بزنین روی جعبه. یه طرح خود داشته باشه خیلی قشنگ‌تره. گلیاپوچ پکایی گرونتر هم هست تو بازار. جعبه های چوبی داره. یه مدل جعبه چوبی هست بین 500-600 تومن قیمتشه ولی حتی زنگ نداره.
چرا؟ نمیدونم، یه تاس چوبی بدریخت هم توش بود، من تو اونم تاس دیدم برام سوال شد، ولی فرق اون این بود که کارتا چوبی بود. واو این جذابه. آره خب ما اینجا ریخته به چند خرید اینم 180 تومن. یعنی هم قیمت همون؟ آره ولی از بیرون بگیرید هم قیمت نیست دیگه، این یه مقدار گرون. آره پکیجینگ خیلی ترتمیزه. آره واقعا آره واقعا ترتمیز. و از بازار هم قیمت گرفتیم، این خیلی نکته است. آره یک تمام گویا فلزیه، چه گوی بزرگ چه دوتا گوی کوچیک. و سکه رو من میخوام ببینم اینجا. برای سکه بهتون یه دونه تلق گذاشته با 2 برچسب که شما اینو میچسبونید روش و این سکه جذابتری خواهد. تلقشو ببین. آره این خوبه. اینجا میخوام بچسبونم. بیا. اینو بارون داره میاد. اگر یک صدای تق تقی در ویدیو به صورت سوسکی دارید میشنوید چون بارون به سقف باران بوزید و زمین بارور شد. حالا باران مذکره دیگه. باران مذکره. خب این میشه سکهش و این قشنگ کارتو را میندازه. آره این کارو در میاره، با اینکه پلاستیکیه ولی باز کارتو در میاره. آره. یه نکته جالبی که داره، ببینید این گوی صدادار باز اینم یک جای وصله‌ای داره ولی خیلی گردتره. آره. و این تو رد کردن صدا میده، اون ریزا رو یه ذره شما فشار بدی دیگه صدا نمیده. و گوی بزرگ سنگین فلزی داریم. ببینم. اوه 2 گوی ریز فلزی داریم. دوباره خبری از گوی پلاستیکی نیست، یعنی وزن داره. نه خبری از گوی چوبی نه پلاستیکی. این خیلی مهمه. اصل مهره بازی ما این گویان. اگر بذاری من صحبت کنم. و قسمت محبوب من، یه چیز جذابی که این زنگ داره، اون زنگی که دیدید اون قرمزه توی همه بازی‌های بورد گیمی که زنگ داشته باشه همون شکلیه، ولی اینو نگاه کنید با لوگوی گلیا پوچ اومده با یه رنگ جذابتر خاص‌تر. اونا مثل اینکه اصلا زنگ تو بازار فروخته میشه، حالا خریدن گذاشتن تو بسته. اینم فکر می‌کنم همونه، ولی برند خودشونو زدن روش رنگش، یعنی سری برای خودشون تولید شده. از این زنگا میتونی تو بازار بخری، هست آمادش، ولی اون باز رفته یک لوگوی روش زده. این چی میگم؟ این از زنگمون و کارت ها رو ببینید. نه زیر چیزی نیست، چیزی دیگه نداره. یکی این که طرح کارت ها و رنگ کارت ها خیلی جذابه. یه پشت مشکی داره و زمینه داخل سفید و واقعا جذابه. ضخیم تره کارت و کارتا ضخیم تره. رد بود یا شرایط جویمون اینجا زیاد مساعد. ما الان داریم در سخت ترین شرایط ممکن تولید محتوا میکنیم. کارتا هم واقعا جذابه. من دوست داشتم. به این یک ایراد میتونم ازش بگیرم، دفترچه راهنما نداره. آفرین گوشونه. که این یه مقدار ضعفه دیگه. درسته برنامه معروفیه و خیلی آشنام با بازی، ولی چند بهش میدی تو؟ من به این یک 8 راحت میدم. من یه 9 میدم. اونم برای اینکه نمیخوام 10 بدم. بریم سراغ برنده آیتم گلیا پوچ. با اختلاف. واقعا با اختلاف. اگر خواستید پک گلیا پوچ بگیرید، گلیا پوچ مدرن رو بگیرید. ما از بازار خریدیم 180,000 تومان و توی پیج حاجلی میتونید ببینید از کجای بازاری. اگر نداری پستشو میسازیم، یه دونه ویدیوشو میسازم، معرفی میکنم. اصلا این بخشی که اسباب بازی و اینجور چیزا رو میفروشن رو معرفی میکنم بهتون. اما یه سوال، اصلا پک بخریم یا نه؟ اول ویدیو پرسیدی. تو چی میگی؟ من رو راست نه. من به نظرم اگر میخواید حرفه‌ای بازی کنید، عین اون چیزی که تو برنامه هست، شما اون کارتا رو میخواید به هر حال دیگه. اگر میخواید اون شکلی بازی کنید، بخرید گلیا پوچ مدرن رو بخرید با این قیمت. اگر نه فقط صرفا میخواید گلیا پوچ بازی کنید، 2 تا ساچمه بگیرید دستتون. آقا مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو نگاه کردید. خیلی دوستتون داریم. مثل همیشه خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.